خانم دکتر یه پرانتز من باز بکنم. حالا تو اون فضا به نظر شما آیا این مشروطه چیا بودن که بیشتر مانع ایجاد میکردن در برابر حضور زنان در فعالیت‌های به قول خودشون پلیتیکی سیاسی، یا اینکه فضای حاکم در اون موقع به خصوص جامعه متعصب و به خصوص این آخوندهایی که شما اسم میبرید شیخ فضلالله نوری با احکامی که صادر میکردن، فضا آیا اونقدر آماده بود که مشروطه چی‌ها بتونن دست به چنین کار رو بزنن که شرایط رو عرصه رو برای زنان فراهم بکنن؟ که من چون شخصا با حرف شما مخالفم که میفرمایید زنان رو آدم حساب نمی‌کردن اون موقع. بله، داخل آدم حساب نمی‌کردن. دکتر مهدی ملکزاده نوشته در کتاب مشروطیت که زنان از حقوق و مزایای حیوانات اهلی نیز بی‌نصیب بودند. حیوانات اهلی چی هستند؟ سگ و گربه متاسفانه، که حالا سگ و گربه ایران هم که وضعشون معلوم بود، مشخصا مثل اینجا و اروپا نبود که بهشون بخوان پذیرایی بکنن. حالا ببینین زنان ایران چه حال و روزی داشتن که میگه از حقوق و مزایای حیوانات اهلی هم اینها بی‌نصیب بودن. اما خدمت شما بگم که در کل جامعه یک جامعه متعصب مذهبی بود و مؤمنین در عصر به ویژه در عصر قاجار نفوذ و قدرت فوق تصوری داشتن و خب جامعه رو تحریک میکردن دیگه. وقتی که اعلام میکنه شیخ فضلالله نوری که یکی از مؤمنین معروف و به نام اون دوره بوده که تأسیس مدارس دخترانه رو نمیدونم در به معنی اشاعه فحشا هستش و فاحشه خانه، خب مسلما همون نماینده مجلس هم که به هر حال متعصب و دین داره از این موضوع ناراحت میشه دیگه، فکر میکنه داره کار خلاف دین انجام میده. اما خوشبختانه میشه به این مسئله پرداخت که زنان تونستن، فرصت خیلی کمی داریم، زنان تونستن با فعالیت هایی که در اون دوره داشتن یه نقطه عطفی ایجاد بکنن برای احقاق حقوق خودشون در دوره های بعدی. اما بله این درسته و خانم ها در همون زمان هم ساکت نشستن. یعنی در پاسخ همین شیخ فضلالله نوری ما میبینیم خانومی یعنی شدیداً مورد اعتراض قرار دادن ایشون رو، یعنی شجاعت و مبارزهشون رو بی‌نظیر بوده از نظر من. خانومی با خانم دکتر ببخشید وقت برنامه ما به پایان رسیده متاسفانه، مثل برق گذشت این زمان. خیلی 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 ممنونیم از اینکه لطف کردین دعوت ما رو قبول کردین. من از طرف شیده اردشیر رو خودم تشکر میکنم از حضورتون در برنامه‌مون و از خدمتتون خداحافظی میکنم. من هم سپاسگزارم. خداحافظ شما. بله، همونطور که گفتم وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از اینکه ما رو همراهی کردید ازتون ممنون هستیم. در اینجا یک بار دیگه ایمیل برنامه رو اعلام میکنیم. نظرها، پیشنهادها، انتقادهای خودتون رو از طریق ایمیل ما zanemroz@voanews.com با ما در میون بذارید. به بهتر شدن برنامه ما کمک زیادی میکنه. در اینجا به استودیوی دیگه صدای آمریکا میریم، همراه میشیم.